الله متعال خود معرفی میکنه، میگه الله، او الله که نامش الله هست، نامش خدا نیست، نامش خدای، نوم خدای نده، نوم گاد نیست، نگوین گاد و خدا و خدای. او کسی که خالق شما هست نامش چی است؟ الله. خالق شما که الله نام داره، لا اله، لا نیست، اله هیچ معبود به حقی که ذات از او عبادت شوه و قانون و شریعتش تطبیق شوه الا مگر هو، او یعنی الله. او الله چیست؟ هو الحی القیوم، الله الحی، الله زنده حقیقی هست، القیوم که قائم از بذاتش و محتاج به کسی دیگر نیست، یعنی به تدبیر خلقش. فهمید؟ یعنی خلق تدبیر میکنه. لا تأخذه، الله که الحی و القیوم است و ذاتش عبادت میشه و شریعتش تطبیق میشه. متوجه هستین؟ لا تأخذه، نمیگیره او را سنة ولا نوم، نه پینگی. سنه چی را میگه؟ مقدمات خواب. و نوم چی را میگه؟ خواب میگه. یکی از علما میگه سنه که است چی را میگن؟ میگه سنه امو پریشانایی در سر است، میگه سنه میگن. ناز چی را میگه؟ در چشم. اگر یک نفر چشمایش تو خواب برده بود میگه ناز است، ناز که در چشمت خواب بیاید. سنه که در کلت چی بیاید. و نوم چی را میگه؟ که خواب در قلبت بزنه چپیت کنه بفتی دیگه خوابت ببرم. اینال الله متعال در قرآن عظیمشان میگه که او خالقی که زنده حقیقی هست، او قائم از بذات خود تدبیر میکنه این کائنات جهان را. و این خالق متعال به صفات منفی باید توصیف نکنین، نفی میکنه از خود چی را؟ خواه و پریشانی ده و پینگی ده. لا تأخذه سنة، ایره مقدمات خواب نمیگیره، ولا نوم و خواب هم ایره نمیگیره. چرا؟ اگر ای باشه باز انسان خواب که هست خب مثل مرگ است. لهو، آل الله متعال توحید در تصرف بیان میکنه. تصرف چی است؟ کابل کی نگاه میکنه، مزار کی نگاه میکنه، هرات کی نگاه میکنه، زمین کی نگاه میکنه، آسمان ها را کی نگاه میکنه؟ مالک متصرف از اینا نگاه میکنه که کی است؟ الله است. میگه له، برای الله هست، ما فی السماوات و ما فی الارض، یعنی مالک تصرف آسمان ها و زمین کی است؟ الله هست. من ذا الذی، کیست او کسی که یشفع و شفاعت بکند عنده به نزد الله الا باذنه، مگر به اجازهش. حتی پیغمبرها و ملائکه حق ندارن که شفاعت بکنن مگر به چی؟ به اجازه الله. یعلم، الله متعال میدانه ما بین ایدیهم و ما خلفهم. ما بین ایدیهم و ما خلفهم علما چه قسم تعریف میکنن؟ میگه ما بین ایدیهم یعنی قبل از خلقتشان، و ما خلفهم یعنی بعد از موتشان. یعنی الله میفهمه پیش از این که تو خلق شوی و بعد از این که مردی همه را الله میفهمه. تفسیر دوم چی است؟ میگه یعلم و میداند الله متعال ما بین ایدیهم و ما خلفهم، یعنی ما اظهروه، ما بین ایدیهم آنچه را که در پیش روی خود ظاهر و آشکار کردن، و ما خلفهم و آنچه را که در خلف یعنی در عقب پنهان کردن. الله متعال کل از این میفهمه. و الله متعال میفهمه آنچه را که شما پیش رویتان انجام میدین و آن چیزی که مثلا در عقب انجام میدین. ولا یحیطون بشیء من علمه، اما مخلوقات عاجز هستن. میگه مخلوقات نمیتونن احاطه بکنن، کاملا احاطه بکنن و بفهمن بشیء این چیزی من علمه، از علم الله را. علم غیب الله را انسان احاطه کرده نمیتونه. الله متعال عالم است به تمام مخلوقات. ما و شما فقط همین چیزایی را که در مقابل ماست ایره میفهمیم. بشیء من علمه، از چیز از علم شاه، الا مگر بما شاء، آنچه را که الله خودش خواسته باشه و توسط پیغمبرا از غیبیات خبر داشته باشه، از وحی. اینه که الله اراده کرده باشه چیزایی که غیب نیست اینه برشان علمشه، برشان توسط عقلشان و توسط وحی و توسط لابراتوار و توسط ازی برشان بیان شده باشه. وسیع هست کرسیه، کرسی الله متعال از چی کده وسیع است؟ میگه از سماوات و الارض. بعضیا میگن منظور از کرسی علم الله هست.
بعضی ها میگه وسیع هست علم الله، میگه علم الله در بر گرفته چی را؟ آسمان ها و زمین را. و بعضی از علما میگن که منظور از کرسی یک کرسی هست مثل ما و شما کرسی میگیم، لکن مشابه با کرسی های ما و شما نیست. اما قسمی که با مو جلال و عظمت الله کرسی شایسته است، اما تو یک کرسی هست و که وسعتش بزرگیش از آسمان ها و زمین هم که بزرگتر است. ولا یعوده و ناتوان نمیسازه الله متعال حفظهما، حفظ آسمان ها و زمین. یعنی الله ذات عظیم قدرتمند است، ذات الحی است، القیوم است که نگهداری آسمان ها و زمین که مالک متصرف است او را عاجز نمی سازد. اما دیگه مخلوقات که است که بعضی مردم ها شرک میارن در تصرف و میگن کابل فلانی نگاه میکنن، مزار فلانی نگاه میکنن، هرات فلانی شخص نگاه میکنن، او بیچاره که خو برد باز خیلی چطور نگاه میکنن؟ ورخ کلشان خو میبره او خو نداره. العیاذ بالله. انت شریک میکنن که الله در صفات الله مخلوقات. ولا یعوده و ناتوان نمیسازد الله متعال را حفظهما، نگهداری امی آسمان و زمین. و هو و الله متعال العلی، بسیار عالی مقام هست، مقام از او بسیار عالی هست. العظیم و بسیار با عظمت است. پس ای زمین و آسمان و کائنات که حفظ میکنه، خلق کرده، حفظ کرده و بالاخره از بین میبره. ایره ذات میبره که الحی است، القیوم است، العلی است، العظیم است. ذات با عظمت است.